سرخط خبرها. واکنش امارت اسلامی به اظهارات دبیرکل سازمان ملل. ذبیح الله مجاهد تاکید کرد که این سازمان نباید در امور داخلی افغانستان مداخله کند و راه‌های جدید حل دشواری‌ها را از طریق مذاکرات و تفاهم حل کند. زیان سنگین اقتصادی پاکستان از بسته ماندن گذرگاه‌های مرزی با افغانستان. رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند خیبر پختونخوا در 7 ماه حدود 3.94 میلیارد روپیه زیان دیده است. کولای شي چې دوی هم مشکلات حل کړي. تصویب لایحه قطع کمک‌های بشری امریکا به افغانستان. امارت اسلامی میگوید قطع کمک‌های بشری امریکا به حس بشر دوستانه آن کشور مربوط است. و تاکید ترامپ بر گفتگو با ایران. رئیس جمهور امریکا گفته عالی خواهد بود مجبور به استفاده از قدرت نظامی علیه ایران نشوند. آقای ترامپ دروغ گفتن بسیار ساده است. سلام و وقت شما بخیر. به مجموعه خبری این ساعت از میز خبر خوش آمدید. امروز جمعه 10 دلو 1404 هجری خورشیدی است که برابر میشد با 30 جنوری 2026 میلادی. مشروع خبرها. امارت اسلامی به اظهارات دبیرکل سازمان ملل درباره افغانستان واکنش نشان داد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی تاکید کرد که سازمان ملل باید به حقوق کشورها و ملت‌ها احترام گذاشته و در امور داخلی افغانستان دخالت نکند. گزارش از نستر نمیری. ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی در واکنش به اظهارات دبیرکل سازمان ملل درباره افغانستان تاکید کرد که این سازمان باید به حقوق کشورها و ملت‌ها احترام بگذارد و از دخالت در امور داخلی و ارزشی افغانستان پرهیز کند. از طرف سازمان ملل باید به همه کشورها به یک نظر نگرسته شود، چون کشورها همه یکسان حقوق خود دارد او سازمان و ملت ها هم حقوق خود دارد که پالیسی های سازمان ملل باید باعث تلف حقوق افراد نشه. میگه که پیشرفت ها وجود دارد در افغانستان مشهود است، واقعیت داره و بعضی مسائل که ارتباط به مسائل ارزشی داره و همچنان مسائل داخلی افغانستان شمرده میشه در او مداخله باید صورت نگیرد. این موضوع گیری در حال صورت گرفت که انتونیو گوترش در نشست خبری هشدار داد که قطع کامل روابط با امارت اسلامی میتواند پیامدهای بدتر نسبت به تعامل محدود داشته باشد. گوترش افزود که سازمان ملل در برخی حوزه‌ها مانند بخش خصوصی توانسته زمینه کار زنان را فراهم کند، اما کارمندان زن هنوز اجازه فعالیت در دفتر مرکزی را ندارند. این واقعا یک دوراهی است که هر روز با آن روبرو هستیم. آیا باید به تعامل در برخی حوزه‌های مشخص ادامه بدهیم؟ در بعضی از آنها نتایج مثبتی به دست آمده است. برای مثال در بخش خصوصی توانسته زمینه کار زنان را در چند حوزه فراهم کنیم. بنابراین این واقعا یک دوراهی است. تا این لحظه فکر کرده ایم که ادامه تعامل بهتر از قطع آن است. دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد که این نهاد به 4 هدف اساسی در افغانستان متحد است. به گفته او پیشرفت‌ها در 3 حوزه کلیدی شامل ایجاد حکومت فراگیر، رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران و مقابله با هراس افغانی کمرنگ بوده، اما در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر پیشرفت چشمگیر حاصل شده است. ما همچنان کاملا متحد به 4 هدف اساسی در افغانستان هستیم. اول، اطمینان از اینکه نهادهای افغانستان واقعا فراگیر باشند و همه اقوام و همه بخش‌های جامعه در آنها نمایندگی داشته باشند. ما این را شرط پایه برای تثبیت صلح می‌دانیم. دوم، ما معتقدیم احترام به حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران کاملا ضروری است. سوم، ضرورت اطمینان از اینکه هیچ سازمان تروریستی نتواند از افغانستان برای حمله به کشورهای دیگر استفاده کند. و چهارم، نیاز به کنترل قاچاق مواد مخدر است. در این زمینه باید اذعان کنیم که از زمان به قدرت رسیدن طالبان پیشرفت‌های معناداری حاصل شده است. در همین حال شماری از آگاهان سیاسی میگویند که تعامل میان کابل و سازمان ملل و مذاکرات مداوم با این سازمان اهمیت زیاد دارد. به گفته آنان، سفر اخیر معاون دبیرکل سازمان ملل در امور سیاسی و صلح نیز فرصت‌های جدیدی برای گفتگو و حل مشکلات فراهم کرد. اتخاذ سیاست تعامل از جانب ملل متحد در مورد افغانستان و مذاکرات و ملاقات‌های متواتری که به منظور رفع دشواری‌ها میان افغانستان و سازمان ملل متحد مطرح شده و مسافرت
معاون سرمنشی ملل متحد در افغانستان. اینا عواملی هستند که بتوانند راه‌های جدید گفتمان و راه‌های جدید حل دشواری‌ها را از طریق مذاکرات و تفاهم حل کنند. پیشتر روزمری دیکارلو معاون دبیرکل سازمان ملل در امور سیاسی و صلح در سفر 3 روزه خود به کابل با مقامات ارشد امارت اسلامی درباره امنیت، ثبات، مبارزه با مواد مخدر و وضعیت حقوق زنان گفتگو کرد. او از مقام‌های امارت اسلامی خواست تا محدودیت‌ها علیه زنان از جمله ممنوعیت کار و آموزش لغو شود و اعلام کرد که کابل میزبان دور بعدی نشست گروه کاری در چارچوب روند دوحه به رهبری سازمان ملل متحد خواهد بود. سفارت افغانستان در استرالیا و وزارت خارجه استرالیا در یک بیانیه مشترک گفتند که فعالیت این نمایندگی دیپلماتیک به تعلیق در خواهد آمد. در این بیانیه آمده که فعالیت این سفارت پس از 30 جون سال روان میلادی تعلیق خواهد شد. رسانه‌های پاکستانی گزارش داده که بسته ماندن طولانی مدت گذرگاه‌های مرزی میان کابل و اسلام آباد پیامدهای سنگین اقتصادی بر مناطق مرزی پاکستان بر جا گذاشته است. بر اساس گزارش‌ها ایالت خیبر پختونخوا تنها در 7 ماه سال مالی جاری حدود 3.94 میلیارد روپیه زیان دیده است. گزارش از اناهیتا اندر. هرچند روابط تجاری میان افغانستان و پاکستان همچنان با چالش‌های جدی روبرو است، اما بسته ماندن طولانی مدت گذرگاه‌های مرزی میان دو کشور پیامدهای سنگین اقتصادی را بر مناطق مرزی پاکستان بر جا گذاشته است. بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی، توقف تجارت و ترانزیت با افغانستان باعث کاهش شدید درآمد مالیات توسعه‌ای زیرساخت‌ها شده و ایالت خیبر پختونخوا تنها در 7 ماه سال مالی جاری حدود 3.94 میلیارد روپیه زیان دیده است. مقام‌های خیبر پختونخوا نسبت به پیامدهای ادامه این وضعیت بر اقتصاد منطقه هشدار دادند. که پاکستان ته لارې هم خلاصیږي، د پاکستان سره د راکړه ورکړه بیا شروع کیږي، پیلېږي، نو زه وایم چې د پاکستان نه قوي تضمین باید واخیستل شي. بل هیواد لکه اوس مثال روسیا، چین داسې هیوادونه باید واخیستل شي چې دغه ترانزیت لارې بندول به په هغې اصول قوانینو باندې ته نه کوي، لکه څنګه چې نړیوال قوانین تر پښو لاندې کوي او اصول تر پښو لاندې کوي. با این حال با مسدود ماندن گذرگاه‌ها میان افغانستان و پاکستان، کابل چقدر توانسته ثبات اقتصادی خود را حفظ کند؟ بسیار یک مدیریت خوب در داخل افغانستان ایجاد شد که صادرات از طریق کشورهای آسیای میانه و کشورهای همسایه دیگه ما صورت گرفت و ما اصلا او کمبود احساس نکردیم. کچیرې دوی په دغه اقتصاد ته را اړ سي او یا پر قوانینو باندې په مقرراتو باندې دوی پابند اوسېږي پر تجارتي مقرراتو او پر هغه اقتصاد باندې چې هغه کولی سي چې دوی هم مشکلات حل کړي، هم دوی یوې ښې خوا ته رهبري کړي. این در حال است که پیشتر سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان با اشاره به تداوم مسدود ماندن گذرگاه‌های مرزی میان دو کشور اذعان کرده بود که پاکستان از نظر اقتصادی متحمل آسیب و زیان شده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی در واکنش به تصویب لایحه سنای امریکا مبنی بر قطع کمک‌های آن کشور به افغانستان گفته که امریکا هیچ کمک به امارت اسلامی نداشته است. مجاهد تاکید کرده که قطع کمک‌های بشری امریکا به حس بشردوستانه آن کشور مربوط است. و در خارج از کشور، دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا از احتمال گفتگو با تهران سخن گفته است. ترامپ گفته که همکنون تعداد زیاد کشتی‌های بزرگ و بسیار قدرتمند امریکا به سمت ایران در حال حرکتند و عالی خواهد بود که مجبور به استفاده از آنها نشوند. در مقابل، معاون اول ریاست جمهوری ایران اعلام کرده که جمهوری اسلامی تنها در صورت وارد مذاکره می شود که تضمین‌های روشن و عملی در کار باشد. در حالی که اعزام کشتی‌های جنگی امریکا به خاورمیانه بار دیگر سطح تنش‌ها در منطقه را بالا برده و نگرانی‌ها از رویارویی مستقیم میان امریکا و ایران افزایش یافته است، دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا از احتمال گفتگو با تهران سخن گفته است. ترامپ این سخنان را در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره احتمال مذاکره با ایران مطرح کرده است. بله، قصد دارم این کار را انجام دهم. ما اکنون تعداد زیادی کشتی بزرگ و بسیار قدرتمند داریم که به سمت ایران می روند و عالی خواهد بود اگر مجبور به استفاده از آنها نشویم. همزمان با این موضوعگیری، پت هکست وزیر جنگ امریکا نیز از باز بودن گزینه توافق با ایران سخن گفت و تأکید کرد که واشنگتن برای همه سناریوها آماده است. در تهران، محمد رضا عارف معاون اول ریاست جمهوری ایران اعلام کرد که جمهوری اسلامی تنها در صورتی وارد مذاکره می شود که تضمین‌های روشن و عملی در کار باشد.
او همزمان هشدار داد که با آغاز هر گونه درگیری پایان آن در دست حمله کنندگان نخواهد بود. تجربه های گذشته نشان داده مذاکرات بدون تضمین امنیت کشور را تامین نمی کند. شرطی اصلی ایران این است که در جریان مذاکرات با تهدید یا حمله نظامی مواجه نشود. در سطح بین المللی نیز نگرانی‌ها از پیامدهای یک درگیری تازه در حال افزایش است. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته است که منطقه تاب و توان جنگی دیگری را ندارد. همزمان دبیرکل سازمان ملل متحد نیز با تاکید بر ضرورت گفتگو نسبت به عواقب یک تقابل نظامی هشدار داده است. ایرانی ها اعلام کردند که به دنبال سلاح هسته‌ای نیستند و فکر میکنم شرایط برای مذاکرات جدی مهیا باشد. از طرف ها میخواهم به صورت جدی مذاکره کنند تا از درگیری احتمالی که میتواند یک تراژدی بزرگ باشد جلوگیری کنند. در همین حال شماری از آگاهان سیاسی معتقدند که تحرکات اخیر ترامپ بیش از آن که صرفاً معطوف به سیاست خارجی باشد، تلاشی برای عبور از فشارهای داخلی و جهت‌دهی افکار عمومی به سوی یک بحران خارجی است. منطقه همه در بحران است و همه هراس از این را داره که شاید آقای ترامپ فیصله کنه که بر ایران حمله هوایی کنه. در درون هم آقای ترامپ با بعضی از مشکلات در درون امریکا مواجه است و نظر عمومی است که آقای ترامپ میخواد که نظر و فکر مردم امریکا را از مشکلات داخلی به طرف خاورمیانه معطوف داره. تمرکز و محاصره ایران توسط قوای بحری امریکا خب واضح است که نشان دهنده از است که جنگ بسیار نزدیک است، اما امکان داره که در دقیقه آخر ترامپ اعلان موفقیت کنه. برای آقای ترامپ دروغ گفتن بسیار ساده است. این همه در حالی است که ایران هشدار داده هر گونه حمله آغاز جنگ تمام عیار خواهد بود و برآوردهای اسرائیل نیز از پاسخ گسترده و فراگیری ایران خبر می‌دهد. به نظر می‌رسد منطقه بار دیگر در تقاطع دیپلماسی و تقابل ایستاده است. هر اشتباه می‌تواند بحران را به سطح بی‌سابقه‌ای از تنش و بی‌ثباتی بکشاند. سپاسگزاری میکنم از همراهی شما تا این دم. به همین ترتیب رسیدیم به پایان مجموعه خبری این ساعت از میز خبر. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.